سلام به تمام عزیزایی که همین لحظه ای ویدیو را بیننده هستین. خدا کنه که همگیتان خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو همراهتان طرز دهی ای که خوشمزه اسفنجی را شریک ساختیم. اگر دوست دارین طرز دهیش بدانین پس ویدیو را تا آخر ببینین و پیش از پیش تشکر از لایک و کامنت های مقبولتان. در اول به 6 عدد تخم ضرورت داریم که به درجه هوای خانه باشه. قسمی که در ویدیو میبینین زردی و سفیدیش جدا بکنین و سفیدی تخم مرغ را با استفاده از یک مکسر به اندازه علت بزنین یا هم مکس بکنین که این حالت کف را به خود بگیره. این حالت سفیدی تخم مرغ کمک میکنه که کیکتان اسفنجی بیایه و در ادامه هم میبینین که 6 دانه زردی تخم داریم. بالای ازی 1.5 گیلاس بوره یا هم شکر اضافه بکنین. شما میتونین که شیرینیش کم و زیاد هم بکنین، بستگی به میل خودتان داره، اما اگر به می مقدار استفاده بکنین کاملا مقدار است که نرمال میایه و ایره برای 5 الی 7 دقیقه خوب مکس بکنین که تمام بوره ها حل شوه و وقت به این حالت رسید مقدار از پوست مالته یا هم نارنج اگر قابل دسترس داشته باشین برویش از تراشک بکشین و در ادامه هم از نیم گیلاس روغن مایع استفاده بکنین، همچنان بالاتر از نیم گیلاس شیر که به درجه هوای خانه باشه. در ادامه هم 1.5 قاشق چایخوری بیکینگ پاودر اضافه بکنین همراه با کمتر از 1 پاکت ونیلا و اینا را هم برای 2 الی 3 دقیقه به هم مخلوط بسازین که تمام موادها با هم یک جا شوند. و به 2 گیلاس آرد ضرورت داریم، همین قسمی که شما فعلا در ویدیو میبینین. وقتی 1 گیلاس را اضافه کردین با استفاده از همچون وسیله‌ای که به دست ما هست شما هم اگر داشته باشین میتونین آرد را خوب با موادتان مخلوط بسازین. مطمئن شوین که آرد امرای مواد خوب مخلوط شده و گیلاس دوم را هم عین شکل اضافه بکنین و در آخرین مرحله از کیک ما همین مواد سفید رنگ یا هم سفیدی تخم مرغ که به هم زده بودین اضافه بکنین و ایره متوجه باشین که به شکل دوره‌ای با موادتان مخلوط بسازین. قسمی که شما در ویدیو میبینین همین شکل که بعد از مخلوط کردن سفیدی تخم مرغ باید موادتان این حالت را به خود بگیره. قسمی که در ویدیو میبینین به هم پیوسته است، یعنی که کاملا مواد شما آماده است که به داخل قالب بگذارین. قبل از اینکه به داخل قالب بریزین حتما از کاغذهای ناسوز استفاده بکنین و زیادتر از دوستای ما همیشه شکایت میکنن که داخل کیکشان خام میایه. 2 نکته را رعایت بکنین، این مشکل دیگه براتون پیش نمیشه. یکی که از قالب مناسب استفاده بکنین که نه چقر باشه نه زیاد هموار باشه و یکی دیگه که شما در جریان پخته شدن کیک کوشش بکنین که دروازه داش را باز نکنین حداقل تا نیم ساعت اول. و در ادامه هم میبینین که به خاطر تزیین رویش ما از پسته، چارمغز و بادام توته شده استفاده کردیم. شما مگر دوست داشتین هر کدام از اینا را میتونین استفاده بکنین. خب قبل از اینکه کیک را به داخل داش بگذاریم حتما داش را 10 یا 15 دقیقه پیش روشن بکنین که گرم باشه، به درجه 350 یا هم 180 روشن بمانین. بعد از اون موادتان را بگذارین برای 35 الی 40 دقیقه. تا 30 دقیقه اول خواهشاً دروازه داش را باز نکنین که این کارتان باعث میشه داخل کیکتان خام بیایه. خب ببینین که بعد از 35 دقیقه کیک چقدر خوشمزه و خوش رنگ آماده شده. حتما یک بار امتحان بکنین، بسیار زیاد خوشتان میایه و به خاطر فهمیدن ای که داخل کیک ما پخته هست یا هم خام با استفاده از یک چوبک که شما فعلا در تصویر میبینین این قسم امتحان بکنین که داخل کیک پخته شده یا خیر. اگر چوبکتان پاک برآمد به این معنی است که کیک شما کاملا پخته شده، اما اگر در چوبکتان مواد بیرون شد از داخل کیک پس به این معنی است که هنوز مغز کیکتان خام است. خب دوستا قسمی که میبینین چقدر این کیک خوشمزه و اسفنجی آماده شده، حتما به طریقی که امرایتان شریک ساختیم و نکات را که گفتیم رعایت بکنین. مطمئنا بسیار کیک خوشمزه آماده میسازین. خدا کنه که ویدیو خوشتان آمده باشه و خصوص عزیزایی که همیشه در رابطه با ویدیوهای آشپزی ما پرسان میکنین، خدا کنه که شما هم این ویدیو را بیننده بوده باشین. ازتان خواهش میکنم که ویدیو را سیو بکنین، لایک بکنین و لطفاً امرای دوستایتان شریک بسازین و در اکانتایتان هم اگر دوست داشتین ریپوستش بکنین. تشکر از حمایت همیشگیتان و قربان دستایتان که کامنت های مقبول برام میگذارین. تا ویدیوی بعدی و آشپزی دیگر، خداوند یار و نگهدار همتان.